سلام، امروز تاریخ 14 جون 2026 است. در شهر ملبورن یک تظاهرات برای دخترای هرات و افغانستان برگزار شده در مقابل استیت لایبرری، کسایی که میشناسن، و ما 3 نفر قرار است که بریم در تظاهرات شرکت کنیم، صدای دخترای افغان باشیم و دادخواهی کنیم برای حق دخترها و زنای افغانستان. I believe representation on social media is incredibly significant in this day and age. For far too long, the stories of women have been told by other people. Their experiences, struggles, and voices have been filtered through someone else's perspective. I like to believe that I'm kind of taking hold of the narrative by sharing my own voice, even if this vlog reaches only a few people. There simply isn't enough representation of Afghan women online, especially when we compare it to our Farsi-speaking neighbors. While women in their countries are able to build platforms, even if it's just for sharing their daily lives, their art, and their struggles relatively freely, our digital footprints for our women inside Afghanistan is being actively erased. They're trying to force us into silence and take the voice away. And I think I'm trying to reclaim a tiny piece of the digital world for us, because our perspectives also deserve to occupy space, not just our tragedies. I'm sick of the reduction of Afghan women on social media to a 30-second victimized clip that instantly buys attention and sympathy but fails to leave lasting impressions. We are more than that. And as for going to this protest, I'll be honest, I was very pessimistic at first. I thought, what will going to a protest really do? But I've realized that while I'm angry, that anger needs to be directed constructively, and anger alone doesn't change things. Sadness is not going to do anything. It's not going to achieve anything. But on the other hand, advocacy and amplifying voices do, even if it doesn't lead to immediate systematic change. It is good to keep a glimpse of hope alive. ما رسیدیم ملبورن سیتی و میخوایم بریم یک قهوه بگیریم، بعد از او بریم طرف تظاهرات. داریم قدم میزنیم. Thank you. سایکو وسط شهر کافی شاپ ساعت 3 بسته شده. ملبورن هم همینطوریه. هیچ کافه ژاپنی نه. همینجا خود شلوغ معلوم میشه. تا 6 تا بیشتر کار نمی‌کنه. بالا 6 نه باید تا ساعت 8 شب حداقل باشه. با می‌فهمی؟ سرخه
افغانستان توسط طالبان گرفته میشه، ولی که این بار فقط یک کمی سر صدا ایجاد کرده. جاهایی هست که پنهانی بارها و بارها تکرار شده، انجام شده، هیچ کسی صدا رو نکشه و به دلایلی که لجیت نیسته. یعنی obviously اصلا هیچ چیزی وجود نداره که در افغانستان علیه زنان لجیت بشه آردی که انقدر اونان ظلم محسر شید، ولی حتی نظر به شرایط که خودمون بله زنایشته اینمی لجیت نبوده. اون زنش قد محرم خود بوده. برای طالبان دیگه خودشون قوانین خود همون لحظه قرار میدن. جیرو نزنیم از همین؟ بیا بزنیم. تصور کو یک نوجوان باشی یک نفر بگه که حق نداری که درس بخوانی. تو از طبیعی ترین و ابتدایی ترین حق خود محرومی. الان در افغانستان با یک پیشک زن، یک فیمیل کت، خب بیشتر حقوق داره، راحت‌تر میتونه بره روی بام خانه خود در زیر آفتاب دراز بکشه. این وقت الان شاید حتی گفتنش خنده‌دار باشه، مثالش بد باشه، ولی واقعیت چیه که اونقدر توی از درد داره، اونقدر توی از خفگی وجود داره خیلی که ما حتی از گفتنش عاجزیم، چه برسه که بخوایم رو درک بکنیم. درد میگیره قلب من، درد میگیره واقعا، ولی کاری نمیشه کرد اصلا چون نتیجه ای نداره. برای انیویز یک کم شهر ببینیم. آزاد که از دلایل من اینه که مثلا اگه دختری می بودم در افغانستان که بودیم همه ما نوجوان و همین شرایط سر از ما می آمد و حس میکردم که مردم دنیا که هیچی، مثلا افغانای خودم هم هیچ کاری نمیکنن، هیچ صدایی ازشان نمیخزه، هیچ عکس العملی نشان نمیدن. فکر میکنم خیلی دردش بیشتر می بود. حداقل احساس همدردی فکر میکنم چیه کوچکترین چیزی است که ما میتونیم از طریق از این کار انجام بدیم. همدردی خیلی چون ما مهمه و هم در عین حال ما فکر میکنم این خیزش ها امید به بار میاره و زندگی همیشه بر پایه امید ساخته میشه. شاید همون نوجوانایی که امروز از درس محروم شدن یک امیدی داشته باشن برای چند سال آینده که شاید استیشن نزدیک استیت لایبرری هستیم و تظاهرات فکر کنم شروع شده. ما به چند دقیقه دیگه میرسیم، یک دقیقه دیگه، چند دقیقه نه. As we stand here, clearly in Australia, millions of women and girls in Afghanistan are being denied the most basic rights. The right to land, the right to work, and the right to pursue their dreams. These are not privileges. These are fundamental human rights. Today, we stand in solidarity with the people of Herat in Afghanistan and with the women and girls of Afghanistan whose voices have been silent, whose opportunities have been taken away, and whose future continues to be threatened. We also remember the Hazara community and all vulnerable communities across Afghanistan who continue to face discrimination, violence, and injustice. Today we stand with all those whose dignity, rights, and hopes for a better future has been under attack.
to my dearest women and girls of Afghanistan. We see you, we hear you, and we stand with you. Your courage inspires us, your resilience inspires us, and your struggle is not yours alone. We together. Do not allow these stories to disappear from the headlines. Do not allow these voices to be forgotten. Because awareness matters, advocacy matters, action matters. Word freedom. Education, 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 word freedom. Thank you. و بلند کردن صدای خود ادامه خواهیم داد. لطفاً دادخواست‌ها را امضا کنید و آن را به اشتراک بگذارید و اجازه ندهید زنان افغانستان Are equipped with peace education, they become even stronger leaders within their families and communities. They become better equipped to guide the next generation. And they become better equipped to transform pain into positive change. The future of every society is being shaped. Education. نکته دیگه که واقعا ما کمی دلگیر هستم حضور کمرنگ آقایان و نوجوانان پسر ما هست در این جمع ها. همونطوری که در درون افغانستان مردان ما در برابر ظلمی که در حق زنان افغانستان میشه سکوت میکنن، اینجا هم همین الگوی رفتاری ادامه داره و ما میبینیم که نقش خیلی کمرنگی هست، در صورتی که ما باید بیشترین ساپورت، بیشترین حمایت از طرف جامعه مرد خود شویم که کمرنگ است. زنان افغانستان همچنان نیاز به حمایت هر دو قشر جامعه را داره، هم مردان و هم زنان. خب با سلام و درود، امروز آمدیم که در کنار دختر افغانستان شویم و این آمدن ما در کنار اینا فقط یک پیام داشتی که خودم به عنوان یک دختر بازمانده از تحصیل از افغانستان امروز حس میکنم که درد اونام هنوزم که هنوز با ما است، یعنی چیزیست که من با خود هر طرف میرم انتقال میدم، چون که اون روزهایی که خودم در افغانستان بودم دقیقا شبیه هم روزها را با دیدن وضعیت اونا من هم تجربه میکنم و بنابرای آمدن و استادن من تنها یک شعار و یک پیام نیست. من میخوام دقیقا این را بگم که یعنی صدای ما باید همیشه بلند باشه، همیشه ای باشه که زنای افغانستان و قدرت و توانایی را واقعا دارن. ای که چرا دیدن نمیشن، ای که چرا شنیدن نمیشن من نمیفهمم، ولی باید همیشه تا زمانی که وضعیت تغییر میکنه ما واقعا از هر عضوی چی داخلی چی خارجی خواهش میکنم که صدای زنای افغانستان باشن و صدای مخصوصا دخترای باشن که از تحصیل بازماندن در افغانستان. تشکر.